In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you are all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson, Grade 12 English book, Unit 2, Lesson 5, Part 3, page 25. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف 12 فصل دوم، درس 5 بخش 3 صفحه 25 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. In the previous lesson, dear students, we have studied one section and that section was word study. ما شاگردان نهایت عزیز در درس گذشته خود صرف یک بخش را آموختیم و او یک بخش word study یا مطالعه کلمه بود که ما و شما طی 2 جلسه کور کردیم، خواندیم، یاد گرفتیم. واقعا لغات کاربردی، لغات مهم، لغاتی که ما و شما میتونیم از او کلمات، از او لغات روزمره استفاده کنیم. در کل میتونیم بگویم یک درس فوق‌العاده عالی بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. نکته مهمی که ما شما موارد استفاده لغات و کلمات را در جملات آموختیم و یاد گرفتیم. واقعا درس دلچسب و جالب بود. این بود یک مرور کوتاه از درس گذشته ما شما. بیاین که کوتاه موارد درس امروزی خود را مرور کنیم، بررسی کنیم، ببینیم کدام موارد را ما شما قرار است در درس امروز بخوانیم و یاد بگیریم. برای حمایت از ما چینل بیگم آکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. In today's lesson, dear students, we will study one section and that section is also word study. ما شما در درس امروز قرار است که باز هم یک بخش را بیاموزیم و او بخش word study یا مطالعه کلمه است، اما نسبت به 2 جلسه قبل متفاوت تر است و ما شما خانه‌های خالی داریم، حتما تکمیل میکنیم. درس ساده است، درس جالب است. خب قبل از اینکه درس خود آغاز کنیم یک بار کتابچه‌تان روی میز، کارهای خانگیتان را بگذارین، قلم سرخ هم بگذارین. من میایم حتما کارهای خانگیتان را میبینم. قلم، پنسل، کتابچه، همه چیز آماده. بیاین به صفحه 25 کتابتان درس خود را شروع کنیم. خب به ادامه درس‌های گذشته خود شروع میکنیم. word study مطالعه کلمه. اکتیویتی A ببینیم چی گفته شده. EN and RE دو پیشوند که ما شما قبلا خواندیم. گفته شده که find words beginning with EN which mean the following. Put into or get into. گفته شده که کلمات را شما پیدا کنین که آغاز شده با EN و معنا میته put into or get into، یعنی وارد شدن به یا وارد کردن به. درست؟ مثلا endangered مثالش. و دومش find words beginning with R or RE which mean the following. To turn back, to introduce something again. گفته شده کلمات را پیدا کنین که آغاز شد با RE و معنا بده to turn back یعنی به عقب دوباره برگشتن و دوباره معرفی کردن. to introduce something again. مثلا replay دوباره پخش کردن، باز پخش. یا یک مثال دیگه میتونیم بتیم reintroduce دوباره معرفی کردن. بریم به طرف اکتیویتی B. Choose the correct words from the box and write them in the spaces below. کلمات درست را انتخاب کنین از این باکس، از این چوکات و در خانه خالی نوشته کنین. کلمات را میخوانم، دقت کنین. Conservation, extinction, face. Forest, mean, planet, rate, source, species, tropical, urgent, visible. 12 کلمه داریم ما و شما. قرار است که 12 خانه خالی داشته باشیم. بریم و تکمیل کنیم. The first one. No one wants to see the we have blank space of any of the earth's animals. Let's complete it. No one wants to see the extinction of any of the earth's animals. In the blank space write down extinction. هیچ کسی نمیخواد که منقرض شدن یکی از
موجودات را ببینه در روی زمین، چی حیوان باشه چی نبات باشه. یا میتونیم بگیم در کل کس نمیخواد که انقراض حیوانات را ببینه در روی زمین. پیش میریم دومش. Afghanistan built most of its highways at a very fast we have blank space between 2004 and 2009. تکمیل میکنیم. Afghanistan built most of its highways at a very fast rate between 2004 and 2009. افغانستان بسیاری از بزرگ راههای خود را، بسیاری از شاهراهای خود را ساخت بسیار در مدت کم، یعنی با سرعت بسیار خوب ساخت بین سالهای 2004 و 2009. پیش میریم سومش را دقت کنین. Most governments are interested in the we have blank space of the environment. Let's complete it. Most governments are interested in the conservation of the environment. بسیاری از دولت‌ها علاقمند به این هستند که حفظ کنن، نگهداری کنن، مراقبت کنن از محیط زیست. پیش میریم چهارمش را دقت کنیم. The African elephant is one. We have blank space. Another is the Indian elephant. Let's complete it. The African elephant is one species. Another is the Indian elephant. فیل افریقایی یک نوع فیل است، یک گونه از فیل است و فیل هندی یک نوع فیل دیگه است. یعنی دو چی است؟ دو گونه، دو نوع فیل هست. پیش میریم پنجمش را دقت کنیم. The fourth we have blank space from the sun is called Mars. تکمیل میکنیم. The fourth planet from the sun is called Mars. چهارمین سیاره چی نام داره؟ سیاره مریخ. پیش میریم ششمش را دقت کنین. Most part of northern Canada and Russia is covered by we have blank space. Let's complete it. Most part of northern Canada and Russia is covered by forest. In the blank space you should write forest. بسیاری از بخش‌های شمالی کانادا و روسیه توسط جنگل‌ها پوشانیده شده است. در خانه خالی نوشته می‌کنین forest. پیش میریم هفتمش را دقت کنین. فریبا What was the we have blank space of the newspaper's information about Akram Osman? Shabnam They say the story comes from Akram Osman himself. Let's complete it. بیاییم که تکمیل کنیم. Friba What was the source of the newspaper's information about Akram Osman? Shabnam They say the story comes from Akram Osman himself. در خانه خالی نوشته میکنین source. فریبا به شبنم میگه که منبع او اخبار چی بود، یعنی معلوماتش منبعش چی بود راجع به اکرم عثمان. شبنم میگه که اونا گفتن که این قصه از کی است؟ این قصه از اکرم عثمان است. پیش میریم هشتمش را دقت کنین. Many animals and plants will we have blank space extinction if we do not look after our environment. Let's complete it. Many animals and plants will face extinction if we do not look after our environment. In the blank space, dear students, you should write down face. F-A-C-E. بسیاری از حیوانات و نباتات منقرض خواهند شد اگر ما و شما به محیط زیست خود توجه نکنیم. یعنی اگر بی‌توجهی کنیم در محیط زیست خود، حتما محیط زیست آلوده میشه و آلودگی محیط زیست یکی از دلایل منقرض شدن حیوانات و نباتات است. پیش میریم نهمش را دقت کنیم. What do you we have blank space to do about the problem? Let's complete it. What do you mean to do about the problem? شما چه فکر میکنین؟ شما هدفتان چی است که ما انجام بدیم به خاطر مشکل؟ در خانه خالی نوشته میکنین مین. پیش میریم 10، 11 و 12 تمام میشه.
بریم به طرف خانه خالی دهم. جمله دهم. In some houses the garden is we have blank space from the living room. Let's complete it. In some houses the garden is visible from the living room. In the blank space, dear students, you should write down visible. در برخی از خانه ها باغچه معلوم میشه visible یعنی قابل دید می باشه. از کجا؟ از living room یا از خانه نشینمند. پیش میریم 11 را دقت کنین. You cannot put we have blank space fish into cold northern lake. They need warmer water. Let's complete it. You cannot put tropical fish into cold northern lake. They need warmer water. In the blank space, dear students, you should write down tropical. شما نمیتونین که یک ماهی گرمسیر را، یعنی یک ماهی که در یک منطقه گرمسیر در یک آب نسبتاً گرم تر زندگی میکنه و به اصطلاح عادت داره، او رو نمیتونین که شما در یک دریاچه شمالی دوجه بگیرین و به اصطلاح عام ماهی رو بندازین، به خاطر که اون ماهیان اونا ضرورت دارن به آب نسبتاً گرمتر، به خاطر که اونا دیگه ماهی های گرمسیر هستن. پیش میریم آخرین جمله، آخرین خانه خالی دقت کنین. This message is we have blank space. Mr. Smith must receive it immediately. Let's complete it. This message is urgent. Mr. Smith must receive it immediately. In the blank space, write down urgent. U-R-G-E-N-T. Urgent. این پیام بسیار ضروری است. آقای اسمیت باید این پیام را فوراً دریافت کنه. یعنی یک پیام است بسیار ضرور است. مثلا ما بر مباشر یک پیام میگم که ایره تو باید با فاروق همسنفیتان برسانی، به خاطر که پیام بسیار فوری است. در خانه خالی باز هم میگم urgent نوشته کنین. خب شاگردان نهایت عزیز، این بود 12 خانه خالی ما شما، 12 جمله ما شما که یک جای تکمیل کردیمش. بریم درس خود را کوتاه جمع‌بندی کنیم، کارخانگی را بگوییم و درس خود را ختم کنیم. Dear students, in today's lesson we have studied one section and that section was word study. ما شما در درس امروز یک بخش را آموختیم و او بخش word study و مطالعه کلمه بود که ما شما در کل میتونیم بگوییم از اکتیویتی بی به بعد کلمات را خواندیم، یاد گرفتیم. 12 کلمه بود، 12 خانه خالی. تمامش را ما شما دانه به دانه در خانه های خالی مناسب نوشته کردیم و تمام شد. واقعا درس دلچسب بود. بریم به طرف کارهای خانگی. نوشته کنین homework کارخانگی. کتابچه‌تان دیگه آماده باشه. عالی است. homework کارخانگی. Write the word study of page 25. مطالعه کلمه صفحه 25 کتابتان را شاگردان عزیز نوشته میکنین با خط مقبول و زیبا. تمام خانه‌های خالی را منظم خطکشی میکنین، چوکات را منظم نوشته میکنین، معنای کلمات را اگر خواستین میتونین در چوکات هم نوشته کنین. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما و شما. امیدوار هستم درس امروز یاد گرفته باشین. کارهای خانگیتان فراموشتان نشه، درس‌هایتان هم بخوانید. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خود میبینیم. شما را به الله یک توبه همتا میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.